به خاطر ناداری و کمبغلی هم زنم و فرزند به فرزندی هم را بهانه آورده و گفت که من می روم. من گفتم که اگر روی هم من جوابت را نمی دهم، ولی او رفت. بسیار زنی ناپسند بود. بعد چند وقت شنیدم که شوهر کرده است، ولی من تا حال جوابش را ندادم. اگر برای طلاق دادنش روم شاید زندگیش ویران شود. شما با من گویید بابا جان من چیکار کنم؟ یعنی این مرد برادر عزیز و گرامی که خدا نگه داره که وقتی زن به خاطر ناداری از تو جدا می شود، وقتی که این حالتی که به سر این مردک آمده است، امکان داره برادرها که خدای مهربان همین مردک نادار با دارا کنه. امکان داره و امکان دارد که همون مردک دارایی را که رفته گرفته است او نادار شود. امکان دارد. یک قصه به یادم آمد برادر عزیز. میگه مرد همراه زنش در پیشون مرغ ماندگی بود. هر دهشون میده کده خورده استند. همین زمان میگه یک گدای، یک تلبنده وارد همون خانه میشود. وقتی بوی مرغ میگه با مشامش که میزند خلاص دلش گم میزند. در دلش بسیار خواهش پیدا میشود که خدا اگه در دل همه یک رحمی را جا کنه و از همون مرغ مقصد یگان تیکه که مرا بتن. وقتی صاحب خانه مردک میبینه زنش میگه که برو را از در بیرون کن. میگه یگان تیکه که مرغش نمیتی مقصد خیلی گدای بالای خوردن مونده آمده. میگه نه من ترا گفتم از در بیرونش کن. خلاص زن از مردکش اطاعت میکنه و گدا را میگه که خیلی مردکم اکه سیاست کیستی اکه ببرا خواهشی زیاد. مقصد این امر من نبود، امر شوهره. خلاص گدا این خانه را ترک میکنه. سالها میگذره برادر عزیز. همین مردی که کباب میخورد، مرغ میخورد، آهسته آهسته همین مالش گم میشه و بگیم به اصطلاح های موزه بانکرات میشه و بی پول میمونه. دیگر امکان زندگی که پیدا نمیکنه، دیگر حتی برای خودش که دیگر خوردن یافت نمیشود. بسیار مال و ملک داره. عیناً میگه همین طرزی که میگه با شوهر اولش بود، همین نشسته کباب میخوردن، مرغ میخوردن که یک تلبنده در آمد. یک تلبنده در آمد و این مردک، این شوهر دویمش بگیم، از شوهر اولش خیلی آدمی مسلمان، آدمی با رحم. میگه در حال زنش گفت که بگیر، گفت همین مرغ گفت بر همون تلبنده را بده. میگه زنش دیگه این زنک بسیار شاد شد، خرسند شد، آورد میگه همون با ظرفش همون مرغ در دست تلبنده داد و تلبنده دهکشان دعا کرد و برآمد رفت و لیکن زنک گریه کرده پیش شوهرش آمد. او چرا گریه میکنی؟ برای همون یک مرغی دادگی؟ گفت نه. گفت همین مردی که حاضر نزد حولی ما آمد و تلبندگی کرد، همین شوی اولی منه، شوهر اولی منه، من شناختمش. این مردک میگه تو تعجب نکن زنک، انا همون تلبنده ای که آمده بود خانه شما و شما او را مرغ ناداده از خانه پیش کردین، همون تلبنده گو منم. ببینیم برادر عزیز، ببینیم که دنیا را بینیم، گردش را بینیم. تلبنده دارا شد، زنی دارا را گرفت، دارا تلبنده شد و زنش دستش رفت. برای همین به خاطر
نداشتن به خاطر نارسایی، باید که هیچ وقت زن از دست مرد بیرون نشین. خواهرای عزیز که این قصه ها یک در دنیا این حالت ها شده است. شیخ سعدی میگو که به دولت منازو به مهنت ملال، که این هر دو را زود از زوال. همین است رسمی سرای درشت، گه پشت زین و گه زین به پشت. مراسای دنیا، معامله دنیا همینه. ولی این سوالی که بر من داد، خبرهای اولش همین بود که از حساب کمبغلیم برآمد رفت، ولی وای شوهر کرده است. حالا که شوهر این مردک طلاقش نکرده. برای همین من به این برادر گفتنیم که شما باید زندگی وای ویران می شود نمی شود، شما باید وای طلاق کنید. زیرا که او زنی او که شد وای زنی وای حساب نمی خورد. از روی نگاه شریعت تا این طلاقش نکنه و عیده نپاید، او مردک اگر به طلاق به عیده او را اگر نکاح کرده بگیره هم زندگیش حرامه. معاملای زن و شوهریشون زنا حساب میخوره. برای همین این مرد باید رفته بگه همین زن من طلاق نکرده بودم، اگه مادامی که تو زنیش کیسته میلش دیگه که من را زنی نمیکنم، لیکن برای زندگی اون مردک حلال شدن زن در همونجا 3 طلاق میکنی، وای بعد 3 طلاق تو ایده میپاید، یعنی همون 3 ماهانه که داره میپاید. بعد این مردک میتونه که ایسر نکاح کنه و بگیرد، زندگیش بعد حلال میشه. اگر تا حاضر اون مردک آگاهی نداشته باشه، این زن بگه که من طلاق شدگیم، اینجا مرد گناهگار نیست. لیکن به هر حال باید مردک میپرسید. اگر یگان آدم شاهدی داده باشد که همین زنک طلاقش گرفتگی، اونها گناهگارن، کسای شاهدی دادگی. لیکن اگر نکفته باشه هم، یعنی تحقیق نکرده باشه هم، در اینجا مردک هم گناهگار میشه. یعنی باید نفرهای را پرسد از نزدیکاشای همسایاشای که همین طلاق شدگی هست یا نه. برای همین زندگی او حلال شدنش همین کار کردن در کار. اگر یکی رفت و او آدم مثال با این زن زندگی کرده، یگان فرزندی به دنیا آمد یا در شکمش مثال فرزند داره، این فرزندا برادر از راه حلال آمدگی نیستند، لیکن فرزند حساب میخورند. یعنی او داغی ولد زنا، یعنی فرزند ایرای زنا را، همین داغ همین پدر و مادر سبب شدگیان در همین فرزند، یعنی در دله همو بگیم یا داغ موندن، لیکن وای فرزندشون حساب میخورند. اگر در شکم هم که باشد، او را هیچ وقت گویم ابورت کردن در کار نیست که بگیم این حرامیه، وای فرزند شما. ولی انامین کار کنین تو که زندگی اویم مقصد حلال شوه و حاضر که او با او زندگی داره، گناه شازی در سر شوهر اولش هم هست. این را داره و مقصد طلاق کردن او، ولی زیرا که زنی تای تو حاضره.